میبینی؟ مهربونه ها، خیلی هم دوستم داره. ولی تمام موجودات روی زمین، از انسان بگیر تا حیوونا، تا وقتی که براشون منافع داشته باشی باهات خوبه. سالها نگرش داشتم، غذا بهش دادم، محبت بهم میکنه، محبت خیلی بهش کردم. دیشب داشتش اونو میزد، چششو زخمی کرده. نگاه کن چششو، نگاه کن، خون انداخته. نگاه کنی داشت میزد، من جداش کردم، یعنی پشتشو کشیدم. ببینید پامو چیکار کرد. این پای منه. شاید بگی حیوونه، ولی من دیروز که جداش کردم، بعد از اینکه پامو گاز گرفته بود، با خشم که داشت نگام میکرد، یه لحظه غصه‌ام گرفت. گفتم چرا؟ یعنی این همه روز و 6 سال زحمت منو یادت رفت؟ تر خشکت کردم، بزرگت کردم، بهت محبت کردم، یعنی همه رو فراموش کردی؟ ولی متاسفانه این دنیا قانونش بر اساس بقاه. همه